بازی همستر اکران دارن خیلی زده خومیرین کو من چی درو بگم یه روز کردم خیلی کردم با این خیلی دسته خیلی هم زدم همین اگر تون بگم این همی چیل داده رو اومدم یگان بار نشیده که مهنت نکنم و پل بیویه این خیلی ندیدم عمری سرم در ندیدم که مهنت نکنم و پل بیویه این در تایی هم باری خدا نسته ای خیلی گفت که به مهنت تا پل بیویه بیرنج و جفا صاحبی عنوان نشوی در تخت چینی ولی سلیمان نشوی میگن کو این من نمیدونم این تخت نشینی باور کنید همه آدمایی که خچون برآورده خیلی همه اونجا مهنت کرده قرکلام کردن ممکن که همه خچون فایده ببینن دیگه یگان کس فایده نمیبینه کنکرت نمیگم که دروغ بازی اینو من پیشکی اوگادت کردم برآوردم این وقتای دیگه من گفتم که بازی دروغ بازی رو نکنین این موگان بای بیچاره رکلام کرده که این حق خورا چندی خگاب چند موگان بای بیچاره پیش میاد بازی چقدر کسل هم شد بگیم من میشه میگه فریبم کردن این بازی یک بازی دو بازی سه بازی چهار تا بازی 8 طرف تا کو ایسوسات اوسوسات دیگه و دیگهش دروغ همیشه هم دروغ کنکرت نه دروغ بچو احتیاط باشین خیلی کارو دختون وقتون هم صرف نکنین برین عقفای زندگیتون شین این گپی ما برین عقفای زندگیتون شین مهنت دست قطعی مهنت کنید خداوند یارو مدد گفتم این بازی را در سال 2024 سال ماه مارس برآوردند. اساسگزاران این بازی دیمیتری ارلوف در مدت 2 ماه بازی همین قدر مشهور شد که مشتری این بازی عین حال 45 میلیون عدد زیاد شد. در کانال تلگرامشون باشد 26 میلیون عدد زیاد подписчик دارند. اینا بازی کردن آسان پروسته در اکران تلفن روزی دراز زده میشینی تنگای ویرتوال کار کردن همین تنگا کتی هم یک چای میبرداری آدمو این تنگای با پول عوض کردن آرزو کرده روزی دراز در اکران زده است بازی پروسته در شبکه‌های اجتماعی پخش شده رفت این مثال ویروسنی مارکتینگ می باشد شما برای رکلام یک سوم صرف نمیکنید آدما خودشون شما رکلام کرده میتیاد اساسگزاران بازی تنگای در ماه ایول با بیرژه برآوردن گفت لیکن باور کنید این دروغ نوبتی در کریپتووالیوتا می باشد از این بازی فقط اساسگزاران فایده می کنند